اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان که این برنامه منو تماشا میکنین و اگر احیانا عزیزی از شما در بستر بیماری ناعلاجی گرفتار است، با توسل به درگاه الهی، با توجه به این دعا که از کرامات امام موسی کاظم علیه السلام می باشد که با خلوص نیت و پاکی و درخواست عاجزانه از درگاه خداوند توسل میکنیم به این دعا که انشالله شفا پیدا کنه و مشکلاتم حل بشود. عزیزان من، همینجور که من رسم کردم دقت کنین، همینجور رسم کنین و گوش کنین من چی میگم، چون این دعا دعای قوی هست، دعای امام موسی کاظم است. اول میاییم سوره فاتحه را می نویسیم تا اینجا، بعد میاییم این جدول رو رسم کنیم تا این قسمت. خب اینا رو که رسم کردیم میایم اینو در بالیش مریض با پارچه سبز تا میکنیم، قشنگ مرتب در بالیش مریض میذاریم این قسمتو. حالا میایم قسمت دوم، خوراکی، زعفران، گلاب، حالا جوهر روحانی که اگر نداشته باشین دیگه من دارم راهنماییتون میکنم. با جوهر روحانی میایین این قسمت و این آیه رو مینویسین، در آخرم فلان بن فلان اسم مریض رو مینویسین، اینو میذارین تو آب حل میشه، چون زعفرانه، گلاب، جوهر روحانیه. حل که شد، حالا مریض اگر چای، آب میوه، حالا دیگه هر چی که ضرر نباشه، اینو مخلوط میکنین، همین آب همین دعا بهش میدین. آب این دعا شفای 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 3 بار من تکرار کردم چون من دیدم و انجام شده و جواب داده. خب حالا ما اینو توضیح دادیم. میایم قسمت سوم. این آیه‌ای که نوشتم برای شما این خیلی قویه. بسم الله النور، بسم الله نور و نور، بسم الله نور الان نور، بسم الله الذی هو المدبر الامور. همینجور که من نوشتم تا آخر شما اینو باز رسم میکنین، در بالای سر مریض میچسبانین، رو تخته حالا یا پایین، در بالای سر مریض میچسبانین. اینو میایین قسمتی که خیلی مهمه، قسمتی که امام موسی کاظم فرموده، این قسمت مهمیه. میایین 41 عدد هسته خرما، هسته رو از تو خرما جدا میکنین، 41 عدد، نه زیاد نه کم نه زیاد، در زیر بالیش مریض میگذارین از زمانی که این دعا رو شروع کردین و از زمانی که انجام دعا شروع کردین روزی 4 عدد از زیر بالیشش بر میدارین، مندازین توی کاسه، بیرون نمندازین، مندازین توی کاسه. از زیر بالیش 4 دونه ور میدارن که نهایت روز آخر 1 دانه میمانه، مثلا میشه روز 11. انشالله توکل به خدا، توسل به امام موسی کاظم، خدا باید بخواد، انشالله تا اون موقع مریضیتون شفا پیدا میکنه، رو به بهبودی، رو به خوبی، توکل به خدا. و اون 1 دانه هم روز آخر از زیر بالیش مریض بر میدارین و میذارین تو همون کاسه‌ای که من بهتون گفتم و کاسه رو ور میدارین. این آیه رو میخواین اللهم اشفی به شفائک و دوانی به دوائک و عافنی من بلائک، یعنی خدایا مریض منو شفا بده، از بلا پریزش کن. ما فقط خدا را داریم، توکل به خدا، توکل به خدا، توکل به خدا، انشالله که شفا پیدا میکنه. خب حالا آمدین 41 عدد رو شما برداشتین تو کاسه. حالا ببین این 41 عدد رو چیکار میکنین؟ دیدین مریضتون خوب شد، واقعا خوب شد، خب خدا را شکر. این 41 عدد هسته رو میبرین زیر یک درختی تو باغچه‌ای دفن میکنین. آمد دیدین نه یک مقداری حال مریضتون بهتر شد، اما نه به اون صورت، باز این 41 عدد هسته رو میذارین زیر بالیشش، باز مجددا همون جور که میشه 11 روز. انشالله در قسمت سریای اول که بهبود پیدا میکنه دیگه به قسمت دوم نمیرسه. اگرم شد قسمت دوم منم باز اینو شما انجام بدین. از من به شما نصیحت، اینو قدر بدانین، واقعا این مقدسه. این آیه‌ای که من نوشتم، چیزی که رسم کردم از قدیما از بزرگانمان مونده، از امام موسی کاظم مونده. انشالله که شفا پیدا کنه. مرگ دست خداوند است، زندگی دست خداوند است، شفا دست خداوند است. انشالله که شفا پیدا کنه. دیگه چیز خاصی هم نداره، چیز اضافه‌ای هم نداره.
انشالله که متوجه شده باشین و انجام بدین. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میشناسم. خدا نگهدار.